ای علما، ای علما، ای علما، ای علما. ای علما، مثل علمای بنی اسرائیل ور نشین که در مقابل آیات الله چی کنین؟ آیات الله را بفروشین ثمنا قلیلا، با یک پیسه که یک امریکایی یک بکس دلار دادد باز میخیزی آیات قرآن کلش تغییر میده که آیات دباری عزیز دوستای خارجی من الله میگه لا یتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء، مؤمنا باید کافرها را دوست خود نگیرن. تو چرا این گپ باز میخیزی میده ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و الله متعال میگه و ایای فتقون، و خاص از ما بترسید. پیشوای ملت، اساسگار صلح و وحدت، مردم کوهستان از شما بسیار منتدار هستند، برای آنکه از همه چیز مهم برای ما تنجی و آسایشتگی مملکت است. از همه نعمت بزرگ همین است. ما همیشه شکر میکنیم که پروردگار رهبر خردمند برای ما عطا کرد و مملکت ما صلح شد، آباد شد، صاحب یافت، ملت ما از ورطه هلاکت نجات یافت. ما انشاءالله زیر سیاست خردمندانه و عدالت پیشه و رعیت پرورانی شما همیشه شکرگزاری همین دولت و همین مملکت و همین نعمت می باشیم. سلامت باشید. سلامت باشید. مشکل یهود چی بود؟ در مقابل علمای یهود که غضب الله برشان نازل شد و مغضوب علیهم شدن، اول صفتشان فروختن آیات الله در مقابل متاع دنیا، در مقابل چوکی، قدرت، اینی گپ. دیگه صفتشان چی بود؟ احتیاط کنین شما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم که به این مرضا مبتلا نشید. خلق کردن حق و باطل. آن اکثر مردم ایران مانده که او برادرم حق در کجاست، باطل در کجاست. این کار کی میکنه؟ اما علمای مغضوب علیهم که غضب الله برای اینا نازل میشه. الله متعال میگه ولا تلبسوا الحق بالباطل. ای علمای یهود این کار نکنین. و ای علمای اسلام شما مثل از اونا ورد در نقشی علمای یهود مغضوب علیهم نرین. ولا تلبسوا، و خلط نکنین، مکس نکنین، گت نکنین الحق، حق را یعنی توحید بالباطل، بالشرک و بالکفر. حق توحید است، وحدانیت الله. شما حق با باطل گت نکنین، اسلام با کفر گت نکنین. نامش نماین دموکراسی اسلامی. ببین خلط اسلام با چی؟ با دموکراسی. سوسیالیسم اسلامی بی غیرتیه. العیاذ بالله. الا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق، در حالی که شما حق می پوشانید، توحید می پوشانید، راه درست و مستقیم می پوشانید و انتم تعلمون، در حالی که شما می فهمید، جاهل نیستین. آیات قرآن امو قسم که علمای یهود آیات تورات می فهمیدن، علمای نصارا آیات انجیل می فهمیدن، شما هم آیات قرآن خوب می فهمید. چرا این کار میکنید؟ شما دیگرها را دعوت میکردین به پذیرش حق، حالی که حق آمد شما چرا تکبر میکنین؟ چرا تعصب میکنین؟ بعضی اوقات است که یک نفر بسیار مردم دعوت به حق میده، بسیار مردم به طرف دین دعوت میکنن، اما بدبختیشی است که وقتی جای تعصب شد، جای تکبر شد، جای قوم پرستی شد، جای سمت پرستی شد، جای خودخواهی شد، باز همی کسی که خودش جگرها را دعوت میکنه باز خود از چی میشه؟ در غضب الله گرفتار میشه. یهود همی قسم بودن. پیش از آمدن چرا مردم مدینه پیغمبر از خوب استقبال کردن؟ یهود دعوت کرده بود، گفت ما عالم هستیم، ما اهل کتاب هستیم، پیغمبر آخری میآید، ایمان بیارید. مردم مدینه کلگی قبول کردن گپ از اینا را. پیغمبر که آمد مردم ایمان آوردن. مردم یثرب، یهودیا به خاطر حسادت، تکبر چی شدن؟ کافر شدن. از این خاطر میگن در روز قیامت دو نفر میگه بسیار جگرخون میباشن، بسیار احساس ملامتی میکنه. یک عالمی که دیگرها از علم از او استفاده کردن در جنت میرن، خود عالم در دوزخ میرن به خاطر تکبر و تعصب و دنیا پرستی. شاگرداش جنت میرن، استادش در دوزخ میره. الله عفو بکنه، الله حفظ بکنه. و یک تاجری که اولادهای از او از مال از او استفاده کردن، از میراث از او
رفتن جنتی شدن، دیندار شدن، در عقیده توحید پیدا کردن، راه حق گرفتن، مال خود در راه الله مصرف کردن. اما پدر از اینا به خاطر حرامخوری و فریبکاری، به خاطر همون پیسه، پدر در دوزخ میره، اولاداش در جنت میره. میگه یکی نمی پیسه دار و یکی نمی عالم. همین دو طایفه میگه باز بسیار جگرخون می باشه که ما چی بدبختی کردیم. الله متعال میگه که و آمینو و ایمان برید شما اهل کتاب، شما علما، بما و آنچه که انزلت ما نازل کردیم، ولا تکونوا و ما باشین شما علما، شما اهل کتاب، شما که دانش دارین و کتاب میخواین، اول کافرین به، اولین کافر شما نشین. این دیگه اگر از جهالت میشه شما با اساس علم این کارا نکنین. مشکل دیگه شان چی هست؟ ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا. اکثرا علمایی که حق بیان نمیکنن چرا بیان نمیکنن؟ گمراه میشن. چرا؟ به خاطر که در مقابل آیات الله پیسه میگیرن. علمای یهود پیسه میگیرن. وطني الروح فالمجد أنا مسلم يرقى لنور